بفرمایید آغاز میکنیم انشاءالله امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، امام بخاری رحمت الله علیه در جامع صحیح خود میگویند که باب التسمیه علی الطعام والاکل بالیمین، باب آیید بسم الله گفتن بر طعام و خوردن با دست راست. این از جمله عملهای شبانه روزی هست. ما از لحظه که بنده از خواب بیدار می شود، ذکرهای بیدار شوی از خواب و ذکرهای پیش از در آمدن به قضای حاجت و بعد برآمدن آن و ذکرهای پیش از طهارت و بعد طهارت و ذکرهای به کوچه برآمدن به خانه در آمدن را در صحبتهای ما تقدم گفته گذاشتیم. و یکی از عملهایی که در یک شبانه روز تکرار می شود این خوردن و نوشیدن است. الله تعالی طبیعتاً آدمی را محتاج به خوردن و محتاج به نوشیدن آفریده است و بشریت در یک شبانه روز 2 مراتبه یا 3 مراتبه طعام میخورند. و چی عملهایی را ما باید انجام دهیم پیش از طعام و بعد طعام که این یکی از عملهای شبانه روزی ما و شما هست. امام بخاری گفتن که باب درباره بسم الله گفتن پیش از طعام، یعنی واجب بودنی بسم الله گفتن پیش از طعام یا اینکه مستحب بودن. آیدی حکمی بسم الله گفتن پیش از طعام خوردن و این چنین حکمی با دست راست خوردن چه حکم دارد در نزد شریعت. و ما 2 حدیث آیدی بسم الله ذکر میکنیم. یکی از آن حدیث عمر پسر ابو سلمه هست. عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك تعمتي بعد. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة. عمر پسری ابو سلمه صحابی بزرگوار، پسری ام سلمه همسری پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که من یک غلام بودم در آغوش رسول الله صلی الله علیه و سلم. به معنای من یک غلام بودم که همراهی مادرم در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی میکردم. ام سلمه یکی از زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم است. از سبب آنکه این زن در راه اسلام مشقت‌های زیاد کشید، 2 مراتبه هجرت کرد. اولین عائله‌ای که در راه اسلام به خاطر الله هجرت کرده است این عائله ام سلمه رضی الله عنها و ارضاها است. 1 سال مشرکای عرب از فرزندش و از همسرش او را جدا کردند. کودکش را از دستش گرفتند. شوهرش به مکه هجرت کرد، او را نماندن، پیش راهش را گرفتند و فرزندش را هم از دستش گرفتند. 1 سال گریه میکرد در بلندی های مکه برآمده. بالاخره رحم کرد، یکی از خویشاوندانش و فرزندش را برگردانید. شخصیتی که در راه این دین مقدس اسلام به مصیبت ها و بلاها گرفتار شدند. بنابراین وقتی که شوهرش از دنیا گذشت و عدهش برآمد، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خواستگار شدند. دعای مصیبت را وقتی که شوهرش مرد نخواست که گوید، چون که در آنجا آمده است که واخلف لی خیرا منها، ای الله بر عوض این مصیبتی که به من دادی عوض نیک ده. یعنی شوهرم ابو سلمه را گرفتی به جاش عوض نیک ده. بعد گفت که و من خیر من ابی سلمه، و کیست از ابو سلمه دیده بهتر؟ کیست از ابو سلمه بهتر؟ لیکن این دعا از سبب آنکه دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم داده بود، دعای وحی بود، یعنی از جانب الله آمدگی دعا هست،
ثم اینی قلتها، بعد من این دعا را گفتم. فاخلفنی الله رسول الله صلی الله علیه و سلم، دیری نگذشته الله تعالی بر عوض ابو سلمه رسول الله صلی الله علیه و سلم را به من فرستانید. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستگار فرستانیدند. و این زنک پیران سال بود و این زن را پیامبر صلی الله علیه و سلم همچون قدردانی برای خدمت‌های شایستش به دین اسلام و برای استوار ایستادنش در دین در روزهای سختی و این چنین به خاطر یتیم‌هایی که در آغوشش داشت به همین خاطر گرفتند و این هم با فرمان الله تعالی بود. اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث گفتند که هر زنی که من گرفتم همش با طریق جبریل بود. یعنی جبریل از آسمان خبر می‌آورد که ای محمد صلی الله علیه و سلم، الله تعالی شما را امر می‌کند که فلانی را بزنی گیرید. از پیش خودشون نگرفتند مگر حضرت خدیجه رضی الله عنها پیش از پیغمبری یگانه زنی که داشتند صلوات ربی و سلامه و برکاته علیه الی یوم الدین. این کودک عمر پسری ابو سلمه میگوید که من یک غلام بودم در آغوش جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی در حجره پیامبر صلی الله علیه و سلم، چون که مادرش همسری پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. من یک غلام بودم در عائله پیامبر صلی الله علیه و سلم و کانت یدی تطیش فی الصحفه، دست من در طبق تطیشو یعنی دور میزد، یعنی گاه از میانی طبق گرفته میخوردم جای معقولش را، گاه از اون طرف گاه از این طرف. یک کودک آداب طعام خوری را حالا نمیداند، پدرش از دنیا گذشته است. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم فقال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد به من جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یا غلام سم الله، ای بچه به نام الله بخور، توحید است. به نام الله، بسم الله یعنی به نام الله شروع میکنم، به نام الله میخورم. این بسم الله کلمه ای که در تمام کارها شخص مومن وظیفه دار است که نام الله تعالی را ذکر کند پیش از اجرایش. بسم الله، به نام الله میخورم، به نام الله مینوشم، به نام الله میخوانم، به نام الله مینویسم، به نام الله کار میکنم، به نام الله به کوچه میبرم، به نام الله به خانه میدارم. همه کار مومن باید به نام الله باشد. یا حدیثی هست كل امر ذی بال لا یبدأ فیه ببسم الله الرحمن الرحیم فهو اقطع و فی روایت ابتر و فی روایت اجذم. هر کاری که بدون بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه اون کار دنبوریده هست، اون کار بی برکه هست، اون خیر برکه نیست. و بعضی کارها اگر بدون بسم الله شروع شود اون کار باطل می شود. مانند وضو در نزد طایفه از علما چه خیلی که در بالا گفته گذاشتیم در حدیث های متقدم، و مانند بسم الله گفتم پیش از ذبح، کسی اگر بسم الله نگوید از اون ذبح خورده نمیشد. 1 تن از 500 کیلو هست، 100 کیلو هست، اون گوشت حرام میشد به سبب ترک بسم الله. تبارک اسمک، مبارک است نام الله، تبارک اسم ربک ذو الجلال و الاکرام، مبارک است نام پروردگارت. با برابری ذکر شدن نام الله برکه میشد در اون کاری که نام الله ذکر کرده شد. و وقتی که بنده یگان آبی جوش پاشیدنی هست یا یگان چیزی رو بریدنی هست باید بسم الله گوید، تا اینکه همونجا اگر جین باشد اونها هم گریزند، تا اینکه آنها را اذیت ندهد و در نتیجه اونها قصاص میگیرن، بعد به اذیت جین گرفتار میشه. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم به این کودک تعلیم دادن و این تعلیم برای تمام امت است. من امروز ببینید مسلمان های تمام دنیا یعنی پیش از تمام به این سفارشی پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل میکنن. یا غلام سم الله، ای بچه بسم الله گو، و کل بیمینک، و با دست راستت بخور، و کل مما یلیک، و از پیش خودت خور. 3 تعلیم در یک جمله کوتاه. ای بچه، ای غلام. غلام در لغت عرب به معنای جوان، کودک. ای کودک، ای بچه، سم الله، بسم الله گو، نام الله تعالی را گیر.
بسم الله گوید کفایه. اگر بسم الله الرحمن الرحیم گفتم باکی ندارد. و کل بیمینک، با دست راستت خور. و کل مما یلیک، و از پیش خودت خور. این حدیث امر است. اصلا امری پیغمبر صلی الله علیه و سلم دلالت به واجبیت میکند، یعنی دلالت به حتمیت میکنه. مادامی که سپارش است، اجرایش آن عمل حتمی هست برای هر یک بنده. بسم الله گفتن پیش از طعام و با دست راست خوردن و از پیش خود خوردن، یک طبقه گذاشته شد از آن 5-6 نفر میخورد. از پیش آدم ها گوشتاش چینده نخورید، از پیش خودتان. و کل مما یلیک، از نزد خودت خور. بعد حضرت عمر پسر ابو سلمه گفت که فما زالت تلک طعمتی بعد همین سپارش پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه اسلوبی طعام خوری من همین خیال بود. اگر با کسر تا خوانیم طعمتی میشه، اگر با ضم تا خوانیم طعمتی باشد، این هم یعنی یک وجه در لغت هست. فما زالت تلک طعمتی بعد همین سپارش پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه اسلوبی طعام خوری من این گونه بود، یعنی بسم الله میگفتم، با دست راست میخوردم، از پیش خود میخوردم. روایت بخاری و مسلم. در لفظ مسلم یک جمله دیگر است که میگن که فجعلت اخذ من لحم حول الصحفه. من همین عیناً خیلی که در بالا گفته گذاشتیم، حضرت عمر میگفت که من همون از اطراف های طبق گوشتاشو چینده میخوردم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم که بسم الله گو، با دست راست خور و از پیش خودت خور. جمله کوتاه لیکن بسیار پرمعنا. خب این بود عملی که در شبانه روزی ما تکرار میشد. یکان شبانه روز نیست که ما نخوریم یا ننوشیم. در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما دستور دادن که همیشه پیش از خوردن، پیش از نوشیدن هم در بر میگیرد. پیش از نوشیدن هم بسم الله میگوید. و این چون مستحب است که بسم الله رو با آواز بلند میگوید. یعنی یه نوعی که همسایه ها شنوند بسم الله گفته میخورید، تا اینکه به آنها هم یادرس شود. چون که شیطان کوشش میکند که آدم فراموش کند. اگر یک نفر به بسم الله شروع کند، شیطان هم حقی خوردن دارد. اگر همه با بسم الله شروع کند، شیطان حقی خوردن ندارد. بنابراین کوشش میکند. خیلی که در بعضی حدیث ها آمده است، یک دخترچه از دور دید که پیامبر صلی الله علیه و با صحابه ها طعام خورده است، دویده آمد و دست به طعام دراز کرد که پیامبر صلی الله علیه و دستش قاپیدن. گفتن که بسم الله گو بعد خور. و یا اعرابی، یا بادیه نشین هم از دور دید که مردم طعام خورده است، اونها مدنیت ندارند، دیهاتی است بیچاره. دید که مردم طعام خورده است، به اجازه و به هیچی، به بسم الله راست اومد دست دراز کرد، پیامبر صلی الله علیه و دستش گرفتن. بعد گفتن که میخواست شیطان همین طعام برای خودش حلال کند. یعنی اونها طعام هایی که بسم الله گفته میشد برای شیطان ها حرام است، یعنی ممنوع هست، نمیتواند خورده وقتی که شما بسم الله گفتید. بعد یک دخترچه که حالی عقل ندارد، علم ندارد، و یک اعرابی بادیه نشینی که مدنیت ندارد، علم ندارد، و یا آورد تا اینکه اونا به بسم الله شروع کنن و همراهی آنها خورد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که این وقتی که من دست امیهای گرفتم، دست شیطان هم یک جای قاپیدم. گفتم شیطان حرکت کرد، به واسطه اینها آمده از طعام خورد. شما اگر بسم الله نگویید، از همه دشمن سرسخت‌ترین شما همراهتان در طعامتان شریک است. ببینه انسان به طعامش هر کی شریک نمی کند. هر کی به رستوران نمیبره، هر کی به آشخانه نمیبره، هر کی به خانهش تکلیف نمیکنه، هر کی خطی طعام نمیخورد انسان. خاصتا با آدمی بد، کسی که بد میبیند. لیکن شخصیتی که شما بد میبینید، شخصیتی که شما رو میخواهد به دوزخ برد، حتی در دنیا هم وای شدن تا خوشرو زندگی کردنتون رو نمیخواهد شیطان. شما وقتی که بسم الله نمیگید، همراهی او میخورید. خب یه حدیث دیگر آیید بسم الله پیش از طعام هست، این میخونیم بعد زنکار رو قبول میکنیم. این حدیث کوتاه هست. عن عائشه رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله تعالى فان نسي ان يذكر اسم الله تعالى في اوله فليقل بسم الله
اوله و آخره. رواه ابو داود. همین حدیث مادر مومنان حضرت عایشه است. ببینید هر دو حدیث ها هم از زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اونها آن کارهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم که اکثر اوقاتشون در خانهشون طعام می‌خوردن، کاری که در خانه میشد به ما نقل کردن. حضرت عایشه مادر مومنان گفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین گفتند: اگر یکی شما طعام خورد نام الله تعالی را ذکر کند، امر است، فلیذکر. امر اصلا دلالت به واجبیت نداره. امام نووی گفتن که بسم الله گفتن پیش از طعام با اجماع علما سنتی مؤکده گفتن، سنت گفتن، ثواب. لیکن حافظ ابن حجر رحمت الله علیه گفتن که این دعوایی که امام نووی نقل کردن که اجماع هست، این دعوا فیه نظر گفتن، در این نظر است، یعنی این از تنقید سلامت نیست این عباره، برای اون که در بین علمایی هستن که این واجب گفتن، یعنی بسم الله گفتن پیش از طعام، چون که اصلا سفارش های پیامبر صلی الله علیه و سلم حتمی هست اجرا کردنش، مگر صارفی لازم است که از واجبیت به مستحب صرف کند. یعنی گفت که نه، این سفارش پیامبر صلی الله علیه و سلم حتمی نه. مثلا گفتن که پیش از شام 2 رکعت نماز خوانید 3 مراتبه، بعد 3 مراتبه گفتن کسی خواهد، گفتن کسی خواهد 2 رکعت نماز خواند، یعنی بعد از آن شام تا وقتی قامت اگر وقت باشد 2 رکعت نماز خواند. گفت سفارش دادن 3 مراتبه گفتن که کسی خواهد، گفتن این دلالت می‌کند که الکی حتمی نیست، کسی خواهد گفتن، نخواهی نخوان، یعنی این صارف نامش، یعنی از حتمیت صرف کرد به سوی مستحب بودن. مستحب یعنی کنید ثواب است، نکنید گناه نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که یکی شما اگر طعام خوردنی باشد نام الله تعالی را ذکر کند، یعنی بسم الله گوید. اگر فراموش کند، یعنی فراموش کرده به بسم الله خورد، بعد در بینش گوید که بسم الله اوله و آخره، در اولش هم در آخرش هم همیشه بسم الله گوید. شیطان آن چیزی که خورد قی میکند. گفتن در دیگر روایت آمدگی است، یعنی که طعام به برکه باقی میماند و سیر میشد. این حدیث در سنن ابو داود است و حدیثی صحیح است. والله تعالی اعلم. دوملا بعضی از علما گفتند که وقتی خوردن طعام فقط بسم الله میگویند و شما نیز در آغاز همینا گفته گذاشتید، اما بعضی دیگر علما سخت میگیرند، میگویند که بسم الله الرحمن الرحیم نگفته خورید، یعنی که فقط بسم الله گویید و بعد شروع کنید خوردن را. چون مردمی عامی امروز در مثلا در تاجیکستان همه پورا میگویند بسم الله الرحمن الرحیم گفته بعد آغاز میکنند. کدامش به سنت نزدیک است؟ تسمیه، اصلا تسمیه گفته بسم الله را میگویند. تسمیه یعنی لقبی بسم الله گفتن است، اما بسمله لقبی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بسمل، مثلا پیش از قرائت قرآن خاصتا ابتدای سوره ها بسمله گفتن سنت است. بسمله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم. اما تسمیه نام الله تعالی رو گرفتن، لیکن در کتاب تحفة الاحوذی هم در شرح اربعون و شرح امام نووی در کتاب ریاض الصالحینشان علما ذکر کردن که بسم الله الرحمن الرحیم اگر گوید، امام نووی هم گفتن باکی ندارد، لیکن بسم الله کفایتی میکند و این آسان تر است بسم الله. لیکن در وقت ذبح رحمان الرحیم را منطقا نگوید خوب است گفتن، چون که نسبت همین طعام ظاهرا نسبت همین حیوان، این هم قول بعضی از علما هست، رحمان الرحیم سازگار نیست در همین وقت، بنابراین پیش از ذبح فقط بسم الله گفت، رحمان الرحیمش نگوید گفتن. رفت و گویدم قربانی درست است، یعنی ذبح درست است، مال حلال است، بسم الله الرحمن الرحیم گفتم درست است. بله.